مبارک، دست بزنید شاد کنین بخونین، بهش بگین تولدت مبارک، کنار اون بمونین تا خود صبح بخونین، با هم دیگه شمع‌ها رو روشن کنین، همگی بگین تولدت مبارک. شادی و نور بلا باشه از همه دور، ساز و گل بیارین، غنچه و گل بکارین، همگی بگین مبارک، تولدت مبارک و مبارک. سلام اکتای عزیزم، سلام عزیز خاله. امروز روز تولد 2 سالگی توه. 2 سال پیش همین موقع خدا تو رو به زندگی ما داد که با اومدن یک عالم عشق، شادی، یه عالم نعمت وارد زندگی همه ماها شد. سرنوشت 1 سال و نیمه که منو تو رو از هم دیگه دور کرده. 2مین سال تولدت هم نتونستم کنارت باشم، اما میخوام اینو بدونی که انقدر دوستت دارم که پیشت باشم یا نباشم، روز تولد تو هر جایی باشم جشن میگیرم. اون روز برای من یکی از قشنگترین روزهای زندگی منه. تولدت مبارک عزیزم. امیدوارم یه روزی برسه خیلی زود که من تو کنار هم باشیم، از دیدنت لذت ببرم، از نگاه کردنت لذت ببرم، از بزرگ شدنت، از حرف زدن باهات، برات خودم تولد بگیرم، یه تولد واقعی نه با عکسات. خاله فرنوش امروز داره فیلم میگیره، کمک میکنه. تو احتمالا خاله فرنوش رو نمیشناسی، ولی خاله فرنوش همونیه که اون عروسک اوکتایو برات درست کرد. با همه ذره وجودم دوستت دارم اوکتای، و امیدوارم به زودی بتونم از ته دل بغلت کنم و ببوسمت. تولد مبارک عشقم. دوباره سلام عزیز دردونه خاله، تولدت مبارک. من اون فیلمو که ساختم قبلا بوده، امروز که روز تولدته من تو فرودگاهم این پیام رو زنده برات میدم. روز تولدت میخوام بهت بگم خیلی دوستت دارم. یه دنیا امیدوارم که خیلی زود بتونم بغلت کنم، ببوسمت و کنارت باشم. عزیز دلم، عاشقتم اوکتای، عاشقتم.